سلام. به 12مین جلسه از سری آموزش اتوکد دو بعدی از پایه تا پیشرفته خوش اومدید. من لیلا مبین هستم و امروز توی 12مین جلسه از سری آموزش اتوکد دو بعدی از پایه تا پیشرفته قرار 2 تا دستور مهم آفست و میرور رو بهتون آموزش بدم. اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم برگردید و از اول شروع کنید تا با اتوکد بتونید مثل یک حرفه‌ای کار کنید. اولین فرمان امروز آفسته. از فرمان آفست برای ایجاد کپی موازی از یک موضوع با فاصله معین استفاده می‌کنیم. برای دسترسی به این فرمان از سربرگ هوم قسمت مودیفای از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید یا از قسمت منو مودیفای و از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید. بهترین راه دسترسی بهش تایپ شورت کیشه. او شورت کی دستور آفسته. او اینتر رو میزنید و دستور به حالت اجرا در میاد. دقت کنید که این دستور هم توی کامند لاینش زیر فرمان داره. خب برای شروع ما باید یک فاصله مشخص معرفی کنیم. من میگم که خطوطی که قرار تکرار بشه با فاصله 2 متری از خط من تکرار بشن. 2 اینتر رو میزنم، کروس هیرم به حالت انتخاب آبجکت یا موضوع در اومد، میام موضوع رو انتخاب میکنم با کلیک چپ و حالا به جهتی که دوست دارم تکرار شه موسم و حرکت میدم. نگاه کنید هم به بیرون میتونه تکرار شه هم به داخل. دقت کنید که کروس هیرم به حالت انتخاب یک نقطه در اومد. بعد نقطه بیرونی یا نقطه خارجی رو انتخاب کنم. من نقطه بیرونی رو انتخاب میکنم و تمام. اگر میخوام دوباره تکرار بشه باید روی موضوع دوباره کلیک کنم و به همون جهتی که دوست دارم میتونم دوباره نقطه‌ای رو مشخص کنم. به عددی که اینجا داخل کادر دقت کنید، همون 2 که من بار اول بهش دادم. خب اسکیپ رو میزنم و از دستور خارج میشم. آفست واقعا به همین راحتیه که من گفتم. فقط چند تا نکته داره که میخوام اینا رو هم بهتون بگم که موقع کار کردن دیگه هیچ مشکلی نداشته باشید. یک بار دیگه او اینتر رو میزنم. این دفعه عدد 3 رو بهش میدم و اینتر رو میزنم. نگاه کنید توی قسمت کامند لاینم آندو و اگزیت داره. اگر اگزیت رو بزنم از دستور خارج میشم و اگر آندو رو بزنم یک مرحله به عقب برمیگردم. من میام روی شکلی که میخوام تکرار شه یک بار دیگه کلیک میکنم و دوباره توی قسمت کامند لاینم یک سری نوشته ها ظاهر شد. اگزیت و آندو رو بهتون گفتم. مولتی میاد چیکار میکنه؟ اگر ام اینتر رو بزنید یا اینجا روی مولتی کلیک کنید، نگاه کنید فقط دیگه نیازی که شما روی یک نقطه کلیک کنید، لازم نیست برگردید و شکلتون رو دوباره انتخاب کنید. یک بار دیگه اینو بهتون میگم، دقت کنید. من میخوام اینو ازش تکرار داشته باشم. میام او اینتر رو میزنم، یک عدد پیشفرض، من اینجا بهش 2 رو دوباره میدم، اینتر و روی شکلم کلیک میکنم. حالا به داخل یا به بیرون میام یک نقطه مشخص میکنم که به اون جهت شکلم حرکت کنه. من به بیرون میام کلیک میکنم و تموم شد. اگر بخوام دوباره تکرار شه باید بیام شکلم رو دوباره انتخاب کنم و ببینید تا انتها. حالا اگر من بیام آفست اینتر، حالا این دفعه میگم 4 اینتر، شکلم رو انتخاب کنم و اینجا قبل از اینکه نقطه‌ای برای بیرونش مشخص کنم ام اینتر رو بزنم دیگه لازم نیست برم دوباره شکلم رو انتخاب کنم. فقط با کلیک به جهتی که میخوام میتونم تکرارش کنم. پس این شد از اگزیت، آندو و مولتی. برمیگردم یه نکته دیگه بهتون بگم. میام روی همین شکل یه خورده اینا رو پاک میکنم که شکلم خلوت شه. میام اینجا میگم او اینتر. توی قسمت اول یعنی همین که او اینتر رو میزنم قبل از اینکه بیام عددی وارد کنم، اینجا توی قسمت کامند لاینم برای من 3 تا زیر فرمان میاره. اگر ایریز رو بزنم شکل اصلی رو برای من پاک میکنه و فقط شکلی که آفست شده رو نگه میداره.
لیر مربوط به قسمت لایه هاست که اینو تو قسمت لایه ها بهتون توضیح میدم و ترو که بزنم برای من به صورت آزاد آفست میکنه. یعنی چی؟ نگاه کنید، الان من میخوام این شکل آفست شه، دیگه عدد بهش نمیدم، هر جایی که دلم بخواد میتونم کلیک کنم و آفست رو داشته باشم. میبینید من دارم موسم رو حرکت میدم بدون اینکه عددی تایپ کرده باشم و بر اساس نیازم با توجه به شکلی که دارم ترسیم میکنم میتونم بیام حالا آفست کنم. پس تمام اینها رو الان زیر فرمان ها رو توی آفست یاد گرفتید. میخوام ایریزم بهتون بگم که دیگه هیچ شکی توی زیر فرمان ها نداشته باشیم. او اینتر، حالا ایریز رو میزنم. اینجا از من میپرسه که میخوای وقتی که شکلت آفست شد پاک بشه، من وای یا یس رو میزنم. حالا میام بهش یک عدد میدم 2 اینتر. میخوام اینو به اندازه 2 سانت یا 2 متر جابجا کنم. نگاه کنید شکل اصلی کم رنگ شده، میبینید؟ یعنی اینکه وقتی که من کلیک کنم اون پاک میشه و پاک شد. پس این شد فرمان آفست. تمام چیزهایی که من اینجا آفست کردم یک پارچه ترسیم شده بودن، یعنی یا با پلی لاین یا با رکتنگل ترسیم شده بودن. حتی این شکلم با پلی لاین ترسیم شده و دارید میبینید یک قسمتش کمان داره، هیچ فرقی نمیکنه. من میتونم از آفست استفاده کنم تحت هر شرایطی. الان میخوام دوباره برگرده به حالت قبلی و پاک نکنه. اینجا ایریزو میزنم و میزنم نو، برام پاک نکن. همون 2 رو میخوام داشته باشم، اینتر رو میزنم و شکلمو 2 متر آفست میکنم. پس دیگه اگر کمان داشته باشه یا شکل یه خورده پیچیده ترم باشه هیچ فرقی نمیکنه. اگر خطم باشه باز شما میتونید آفست کنید، هیچ فرقی نمیکنه. پس دستور آفست برای تمام اشکال قابل اجرا هست. فرمان بعدی میروره. از این دستور برای اینکه یک کپی قرینه مثل آینه نسبت به یک خط فرضی داشته باشیم استفاده میکنیم. برای اجرای دستور از قسمت هوم مودیفای، از اینجا میتونید میرور رو داشته باشید و یا از قسمت منو مودیفای، از این قسمت میتونید به میرور دسترسی داشته باشید. شورت کی میرور ام آی اینتر. کروسهیرتون به حالت انتخاب موضوع و یا سلکت آبجکت در اومده. پس باید بیایم یک موضوع رو براش انتخاب کنیم. موضوعی که من انتخاب میکنم اینه. تا وقتی که اینتر رو نزنید از این حالت خارج نمیشه. پس اینتر و یا اسپیس رو میزنم. حالا دقت کنید که کروسهیرم به حالت انتخاب یک نقطه در اومد. بهتون گفتم که میایم یک خط فرضی مشخص میکنیم و شکلمون رو نسبت به اون خط فرضی کپی میکنیم. ببینید الان یک خطچین زرد به نمایش در اومد. این خط فرضیه که من دارم نسبت به اون شکلم رو کپی میکنم. با توجه به اینکه ارتو و یا F8 هم روشنه من نمیتونم شکلم رو بچرخونم. به محض اینکه F8 رو بزنم و ارتو خاموشه حالا میتونم به هر شکلی که میخوام این خط رو ترسیم کنم. به محض اینکه کلیک دوم رو انجام بدم و یا نقطه دوم رو مشخص کنم شکلم ترسیم میشه. قبل از اینکه از دستور خارج شه ازم میپرسه که آیا میخوای شکل اولتو پاک کنم یا نه؟ من میگم نه، نمیخوام پاک کنی و ترسیمم تموم شد. یک بار دیگه میام با این شکل میرور رو انجام میدم. MI اینتر، انتخاب موضوع اینتر. دقت کنید که ارتو روشنه. با توجه به اینکه ارتو روشنه وقتی که نقطه اول مشخص میکنم همونطور که دارید میبینید خط تقارن یا اون خط فرضی فقط به صورت عمودی و افقی ترسیم میشه. به محض اینکه F8 رو بزنم و خاموشه حالا در هر جهتی بخوام میتونم این خط رو داشته باشم. با کلیک دوم از من سوال میپرسه میخوای پاکچه یا نه؟ میگم نه و ترسیمم تمومه. حالا این 2 تا شکلی که من کشیده بودم به صورت یک پارچه بود. اگر شکل شما به صورت یک پارچه هم نباشه باز میتونید این کار رو انجام بدید. MI اینتر، انتخاب موضوع اینتر و
حالا انتخاب نقطه‌ای که میخوام نسبت به اون شکلم میرور شه. شما حتی میتونید یک قسمت از شکلتون رو فقط میرور کنید. میگم میخوام شکل قبلیم پاک شه اینجا و تمام. دستور میرور بچه‌ها همونطور که دارید میبینید من الان انتخاب میکنم که شما مشاهده کنید هیچ زیرفرمانی در کل مسیری که دارید کار میکنید نداره. به این مثال دقت کنید. من الان میام با پلیلاین یه اتاق 3x4 ترسیم میکنم. حالا به وسیله آفست یه ضخامت بیرونی بهش میدم و اینجا میام به وسیله لاین یه در براش ترسیم میکنم و به وسیله آرک استارت سنتر اند کنترل رو میگیرم که برعکس چه، در رو کامل میکنم و اینجا رو هم تریم میکنم. حالا با میرور MI اینتر میتونم بیام اینو به این شکل دوتاش کنم. همینطور اگر این دوتا اتاق رو توی یک راه رو در نظر بگیریم میتونیم دوتا اتاق روبرویی براش بذاریم و به همین ترتیب خیلی ساده با استفاده از این روش شما میتونید تعدادی شکل یکسان رو تکرار کنید. حالا میتونید بعداً بیایید به وسیله دوباره تریم قسمت هایی که نیاز نداریدم پاک کنید. اینا دیگه کارهاییه که میتونید بعدش انجام بدید خیلی سریع و خیلی راحت. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که حین دیدن آموزش از دستورات از شورتکی‌هاشون نوت برداری کرده باشید تا اگر فراموش کردید بتونید با نگاه کردن به اونها توی ذهنتون دستورات رو مرور کنید. اگر این پست رو دوست داشتید اونو به دوستانتون معرفی کنید، لایک کنید تا من انگیزه بیشتری بگیرم. اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید تا هر موقع پستی گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. اگر سوالی داشتید میتونید کامنت بذارید و یا از طریق اینستاگرام یا تلگرام لیلا مبین هم میتونید با من در ارتباط باشید. تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.